به یادم میآید که آخرین دفعه وقتی میخواستم ازش سوال بپرسم گفت بهتر است که فکر کنم که دیگه پدر ندارم. ای باباست، مجاهد و فرمانده دیروز. بابا از خانه شروع میکنه. تفنگ میته به دست بچه‌هاش. ای هم سرزمینی است که پدر به خاطرش می جنگید. سرزمینی که پدر از پسر جدا میکنه. گذشته ای زبان حال ما رو بسته کرده بود. آواره دنیا شدم بابا. مثل که تقدیرم رفتن است و ترک کردن. من با چه می جنگم؟ راست می گفتی. همین تک سفرام میتونه خیلی کارا بکنه. مثل این سفر که لااقل مرا به تو نزدیک تر کرد.